در شروع باز یک هفته نو به شما دوستان خوبم درود میفرستم از استودیوی مرکزی رادیو زودی. سرخط رویدادها رو تماشا دارید. امروز 17 انور از نومسویدی هوا و هشدار به رانندگان میگوییم. اجنسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان وعده داده است که نسبت به اساس بالا بردن نرخ بلیط ها چاره‌جویی میکند. مراجعت فعالان جامعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان به پرزیدنت تاجیکستان بر ضد خواهر شراف‌الدین گدایف پرونده باز شده است. زن و زنی گروهی در سنت پترزبورگ. خبرهای دیگر را نیز داریم. اجنسی اوباوشناسی تاجیکستان از ساکنان کشور خواسته است که در چند روز آینده از سفر طریق راههای کوهی خودداری نمایند. طبق پیشگویی‌ها تا 20 ینوری سال جاری در وادی‌ها و ناحیه‌های کوهی باریدن باران و برف و فرآمدن تمن احتمال دارد. در قطعه‌های روی دوشنبه چانوق، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگبار، شمزین شوهین، درواز، ونج، خوروغ اشکوشیم، مرغاب یخبندی می‌شوند و فرآمدن ترمم در نظر است. از رانندگان تقاضا شده است که واسطه‌های نقلیاتشان را برای حرکت در شرایط برف و یخبندی با تجهیزات ضروری مجهز گردانند. با توجه به پنجشنبه با صورت نوی اومیکرون کرونا ویروس در منطقه تاجیکستان چاره‌های ایلوگی را راه‌اندازی کرده است. از جمله شرکت هوایی سومون ایر میگوید هنگام قید بلیط پرواز پیشنهاد معلوماتنامه PCR تست منفی حتمی میباشد. در این معلوماتنامه باید نام و نسب مسافر، سنه تولد، نتیجه منفی PCR تست کووید 19 و آنهایی که به روسیه پرواز میکنند رمز QR کد ذکر شده باشد. همچنین مسافرانی که به تاجیکستان سفر میکنند داشتن نتیجه منفی PCR تست حتمی است. کودکان تا 3 ساله از سپردن سنجش PCR آزادند. همین گونه نظارت در گذرگاه‌های مرزی زمینی نیز سخت شده است. من بعد هر نفری که از ازبکستان وارد می شود حتما باید PCR تست سپارد. بر علاوه به همه شهروندان وارد شونده دستور قطعی داده می شود که 14 شبانه روز در شرایط خانه کرانتین بگیرند. رهبریت اجنسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان در نسبت به اساس بالا بردن نرخ بلیط پرواز به مسکو چوراندیشی خواهد کرد. ازیا پلوس از قبل نماینده اجنسی می نویسد که بعد راه اندازی پروازهای دائمی میان تاجیکستان و روسیه نرخ بلیط ها می بایست از جانب خدمات ضد انحصاری تنظیم و نظارت شود. با این هم صحبت خبرگزاری افزوده است که به زودی نمایندگان شرکت های هوایی به صحبت دعوت گردیده از آنها طلب کرده خواهد شد که نرخ را پایین برند. یادآور می شوم که از هفته گذشته نرخ بلیط از دوشنبه به مسکو 100% بلند رفت. اگر در ماه دکبر شرکت‌های هوایی مسافران را از تاجیکستان به مسکو با نرخ از 2 تا 4000 سومانی می‌رسانیدند، حالا از 6000 سومانی بیشتر است. نمایندگان شرکت‌های هوایی بالا بردن نرخ را به زیاد شدن طلبات ربط داده بودند. نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 16 انور در یک مراجعت ویدیویی از امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواستند که وضعیت در این ولایت را تحت نظارت قطعی خود قرار بدهد. عضو کمیسیون 44 میگویند تفتیش پرونده مرگ گلبدین زیوبکov ساکن نویه رشتقلا که باعث اعتراضهای گسترده در آخر ماه نوامبر سال گذشته در خورا شد نیم و به این طرف موقتا بازداشته شده است. مقامات تفتیش پرونده های لطوکوب کارمندان نهادهای قدرتی و حتی بریدن درختان را در جای اول گذاشته کشته شدن 2 نفر و زخمی گردیدن 15 تن دیگر در جریان اعتراضهای خروق را به باد فراموشی سپردند. در ادامه گفته می شود در مطبوعات رسمی از ساکنان ولایت جنایتکار می تراشند و چنین حالت به امنیت و ثبات تمام تاجیکستان تهدید می کند. بنابراین ضرورت دخالت به واسطه پرزیدنت امام علی رحمان به حل مسئله پیش آمده است. همین طور فعالان بدخشان 20 دکبر سال گذشته از رستم امام علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان درخواست نموده بودند که حادثه های اخیر ولایت را در اجلاس نوبتی بررسی کند، ولی به مراجعت آنها واکنشی صورت نگرفت. دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه نسبت یک پراپرشیک برای کورت زدن لیتینانت حکم برآورده است. دستان کل تاجیکستان مناقشه نظامیان در قسم حربی را توضیح داد. در خبرنامه آمده است که مناقشه ماه آگوست سال گذشته بین پراپرشیک شاروخ سنگالیف 23 ساله و لیتینانت کالون حافظ سایموراد در قسم نظامی دهه سرابی نویه رودکی به عمل آمده است. سنگالیف با هدف رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی با کورد به طرف چپ کمر حافظ سایموراد ضربه زده به او جراحت وزنی جسمانی میرساند. دادگاه سنگالیف را با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایی تاجیکستان گناهکار دانسته است. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند.
شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. در تاجیکستان به ضد حفیظ گدویف و خواهر شراف‌الدین گدویف رهبر جنبش اصلاحات و رشد و یکی از منتقدان حکومت پرونده شدند. حفیظ گدویف و چند سال باز با شوهر و فرزندانش در خارج قرار دارد. نزدیکانش گفتند دلیل باز شدن پرونده را نمیدانند، اما به احتمال زیاد به فعالیت‌های سیاسی برادرش ربط دارد. بنا به عکسی که 15 ینور دسترسی رادیو آزادی شد، نام حفیظ گدویف در تخته شخصانی مورد جستجو در شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار نوشته شده است. در آنجا گفتند گدویف به خاطر دعوت عمومی برای زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان در کوفتکوف است. صدر احمدov شوهر گدویف گفت همسرش عضو یگان سازمان سیاسی و دینی نیست و در خانه به تربیت فرزندان مشغول می باشد. سازمان خیریه اوکسفام بریتانیا میگوید در دوره پاندمی کرونا دارایی‌های 10 شخص ثروتمندترین روی عالم 2 برابر بیشتر گردیده به 1.5 تریلیون دلار مساوی شده است. در عین زمان اوکسفام تخمین کرده است که صورت سراسری کرونا بیش از 160 میلیون نفر را با کمبودی مواجه نمود. گزارش اوکسفام امروز در عرفه افتتاح فروم جهانی اقتصادی نشر شد. این نشست به طور آنلاینی برپا خواهد شد. به قول اوکسفام افزایش ثروت افراد یاد شدن با کمک‌های مالی دولت‌ها ارتباط می‌گیرد که در آغاز پاندمی به بازارهای اوراق گرانبها و دستگیری اقتصاد تقدیم شده بود. از زمان شروع شوی پاندمی در دوام هر 26 ساعت 1 میلیاردری نو پیدا می شود. مؤلفان گزارش میگویند دارایی‌های 10 شخص ثروتمندترین روی عالم با دارایی 3.1 میلیارد انسانی کمبود برابر است. به قول اوکسفام این نابرابری هر روز حیات 21,000 کس را از سبب دسترس نبودن معالجه ضروری، خشونت جنسی، گرسنگی و تغییر اقلیم از بین میبرد. تا پایان مدت ثبت نام دوباره سیم کارت ها با شناسنامه نو پلاستیکی در تاجیکستان کمتر از 1 ماه دیگر باقی مانده است. بنا به معلومات خدمات علاقه تاجیکستان تا آخر ماه نوامبر سال گذشته تعداد سیم کارت هایی که با شناسنامه کاغذی سال 1996 ثبت گردیدند 2.4 میلیون حساب شده است. اگر این تعداد مشتریان تا 15 فوریه سال جاری سیم کارت های خود را دوباره با شناسنامه نو از قید نگذرانند، رقم هایشان قطع کرده می شود. روند با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیم کارت ها ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. این تصمیم انبوه زیادی آدمان را در نزد اداره های شناسنامه‌دهی جمع آورد و انتقادهای زیادی را در پی داشت. ساکنان و منتقدان آن را خرج اضافی و سرگردانی برای اهالی نامیدند، اما مقامات آن را برای تقویت چاره‌های امنیتی مهم شمردند. رسانه‌های روسیه زنی گروهی در شهر سنت پترزبورگ با شرکت زادگان تاجیکستان نوشتند مناقشه نیمه شب 15 ینور در ساحل فونتانکا به عمل آمده است. چند جوانی که در حالت مستی قرار داشتند با همدیگر دست به گریبان می‌شوند. زنی با آن می‌انجامد که نفر با ماشین سیاه شیشه قفای شکسته با 62 نفر از طرف مقابل را پخش کرده با رفیق مجروحش جای حادثه را ترک می‌کند. دیر نگذشته کارمندان پلیس راننده ماشین را دستگیر کردند. گفته می شود او مهاجر تاجیک بوده در روسیه غیر قانونی اقامت داشته است. احتمال در نسبت بازداشت شده پرونده جنایتی باز خواهد شد. 2 نفر، یکی 23 و دیگری 29 ساله که در این زنی جراحت برداشتند نیز تاجیک بودند. دوستان گرامی، اکنون برای شما درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 17 ینور بانک ملی $1.11.30 درهم نرخ گذاشته است. 1 یورو $12.92 درهم است. قرب روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته $1.80 درهم پایین رفته 148.20 درهم را تشکیل می‌دهد. بینندگان عزیز، با عرض سپاس به یکایک شما که تا این ثانیه‌ها برنامه را تماشا کردید. اگر شما شاهد حادثه شدید و یا نواری دارید لطفاً برایمان فرستید. من شما از آن را فردا در همین وقت منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.